سلام، من نگینم. 2 سال و نیم مهاجرت کردم، ساکن ونکوورم. به کانال یوتیوب من خوش اومدید. کار ناخن که الان من دارم کار میکنم مال خیلی سال پیشه. من مامانم کار آرایشگری میکنه، خواهرم کار آرایشگری میکنه و من اصلا علاقه‌ای به کار آرایشگری نداشتم. من کار رشتم مدیریت مالی بود، لیسانسمو گرفتم و بعد رفتم توی جای حسابداری کار میکردم. من هیچ وقت اون موقع رو یادم نمیاد. این داستانی که شاید واقعا برای خیلیا بشه یه ساین که بخوان تغییر بدن کلا رویه زندگیشونو. من اون موقعی که تو ایران بودم یه جا کار میکردم، حقوقم 600,000 تومان بود. یعنی باید من از ساعت 10 صبح تا 5 بعد از ظهر میرفتم سر کار برای ماهی 600,000 تومان. خواهر من داشت کار آرایشگری میکرد و به دنبال روی مامانم کار مو میکرد، موژه میکرد، میکاپ میکرد و واقعا موفق بود. هنوزم هست، هنوزم موفقه. بعد برگشت به من گفتش که نگین تا کی میخوای بری سر کار این شکلی؟ چرا نمیای از این کار بیرون؟ برگشت گفتم من حوصله‌ام از این کار بدم میاد و اینا. برگشت گفت نگین حساب کردی تو چقدر ساعتی داری در میاری؟ ببین مثلا این حرفی که دارم میزنم شاید برای 12-13 سال پیشه. من موقع اصلا مغزم نمیکشید که مثلا فکر کنم ساعتی مگه آدم پول در میاره. ماهیانه است دیگه، مثلا مثل اینجا هم که نبود اون موقع. برگشت گفت تو داری ماهی 600,000 تومان داری در میاری، میشه روزش چقدر؟ روزش میشه 20,000 تومان. 8 ساعت داری کار میکنی، تقسیم بر 8 کن ببین چه ساعتی چقدر داری کار میکنی. ببین اونجا بود که فهمیدم من اصلا هیچ کاری در واقع نمیکنم. یعنی در واقع ساعتی میشه برای 2,000 خورده 3,000 خورده پرش من شدم کمتر من داشتم کار میکردم. اونم کاری که بعد با خیلی سر و کله میزدم. حالا با مدیر سر کله بزن، حساب این مشکل پیدا کنه، با مشتری سر کله بزن. من عادت داشتم اون موقع ناخن میخوردم، کارهای هنری دوستش ناخنم میخوردم. رفتم یه جا گفتم که ناخنامو درست کنم. رفتم ناخنامو درست کردم، بعد دیدم دارن طراحی میکنن و اینا. گفتم چه کار جالبیه که مثلا انقدر ریز هنری و اینا. گفتم این باز یه کوچولو به من شبیه تره اگه بخوام کار آرایشگری شروع کنم. اون موقع بود که با 350,000 تومان رفتم دوره ناخنو گذروندم. پیش خودم اون موقع فکر میکردم که اگر من روزی 50,000 تومانم کار کنم ماهش میشه 1,500,000. یعنی تفاوت حقوقی که اون موقع برای من، یعنی باید بالانس میدم وا خیلی فرق میکنه. من اگه روزی یه دونه مشتریات داشته باشم. بعد شروع کردم، رفتم یه جا، همونجا که یاد گرفتم همونجا یه میز اجاره کردم برای بکنم 200,000 تومان. حالا قیمتا رو میگم میخوام چون قشنگ همه چیزو ببینین من چجوری شروع کردم. 200,000 تومان من میز اجاره کردم، سالن مشتری خورد، یعنی مشتری میومد. من شروع کردم به کار کردم. ترمیم ناخن 35 تومن بود، با لاکشنش 15,000 تومان میشه 50 تومن و من شروع کردم و واقعا بیشتر از اون چیزی که فکر کردم درآمد داشتم. اینجوری شد که پله پله مشتریان بیشتر شد، رفتم دوره‌های آپدیت دیدم، دستیار استخدام کردم و واقعا همون حرف خواهرم کل زندگی من عوض کرد و هنوز که هنوزه میگم خواهرم باعث شد که من بخوام از نظر حرفه‌ای درآمدی بخوام تغییر کنم، جایگام عوض بشه. بابا من مرسی نسیم، لطف کردی واقعا. اول از همه یه چیزی بگم، من تایمی که کارمو شروع کردم اینستاگراممو باز کردم. یعنی حالا نه دقیقاً همون موقع مثلا ولی اون روز داشتم دیتش رو میگم که من از سال 2015 اینستاگراممو باز کردم. حتی شده بود کوچولوی من پستامو میذاشتم. حالا اون موقعم خیلی مثلا بورس اون شکلی نداشت. تایمی که مهاجرت کردم خب خیلی‌ها میگفتن توی کانادا بازار ناخن خوبه و درآمدش خوبه و همیشه کار هست، چون اینجا چیزی که خیلی مردم دست و پنجه نرم میکنن پیدا کردن کار مرتبطشونه. یعنی خیلی‌ها میان اینجا کار پیدا میکنن ولی مرتبط با اون چیزی که دلشون میخواد نیست، مجبور میشن از جای دیگه کار کنن که دوست ندارم. و من از این بابت خوشحال بودم چون میدونستم خب اوکی فیلدیه که من دارم کار میکنم و میتونم حالا سریعم کار پیدا کنم. تایمی که اومدم اینجا من خیلی سریع کار پیدا کردم. اونم دلیل بزرگش به خاطر اینستاگرام و رزومه کاری بود که من داشتم، چون داشتم عکسای کارهایی که کرده بودم، ویدیوی کارهایی که کرده بودم، آرتایی که داشتم و همه رو تو اینستاگرام گذاشته بودم. فکر کنم کلا 10 روز تو متل بودم. یعنی تایمی که رسیدم من برای جای موندنم تو 10 روز تو متل بودم، ولی دنبال جا میگشتم، دنبال کار میگشتم. من سر کارمو زودتر از
محل زندگی پیدا کردم. اونم اینجوری بود که روز سوم من هنوز چمدونامو باز نکرده بودم، گذاشته بودم گوشه خونه، یه دونه‌شو لای چمدونو باز کردم که همش هم به هم نریزه، چون گفتم میخوام برم جا پیدا کنم. پیاده باشم رفتم، گفتم بذار برم سالونا رو بگردم ببینم چه شکلیه، شاید تا مثلا کاری پیدا کنم. فکر می‌کنم 2-3 تا سالن گشتم. سالن دوم یا سومی بود، زن و شوهر هندی بودن. خیلی وقت بود که اون سالن داشتن، فقط اون خانومه کار کاشت انجام میداد، بقیه کار پدیکور انجام میداد. و من رفتم اونجا، گفتم که من کار ناخن میکنم، تازه اومدم اینجا، این اینستاگرام منه، من همه چیز بلدم، بعدم کاش کنم، بعدم مانیکور کنم، بعدم پدیکور کنم، این آرتای منه، این دیزاینر آرتمو که دیدن اون کار ناخنم نبودن، واو مثلا خیلی خوبه. بود چون اون شهری هم که بودم شهر کملوپسم بود، خیلی هم ناخنکار نداشتن خدا رو شکر که بخاطر کارشون هم حرفه‌ای باشه. و بعد منم از اون طرف وقتی کارم نشون دادم خب خیلی خوششون اومده بود، چون خیلی هم میگن اینجا تازه یاد میگیرن، خب اونقدر تجربه ندارن. و من گفتم که فردا بهت زنگ میزنیم، حالا بیای یه دونه تست بدی ببینیم چه شکلیه. من فکر میکنم واقعا اگر اون رزومه رو نداشتم، اگه این اینستاگرام رو نداشتم، واقعا من نمیدونم بعد چه جوری مثلا خودمو نشون میدادم به بقیه. خیلی رزومه مهمه، خیلی اینستاگرام مهمه. به نظر من الانم توی اصل سوشال میدیا و اینترنت و یوتیوب و همه چی، یعنی هر چیزی که هر پلتفرمی که شما توش فعال باشی، بتونین مثلا ویدیو بذارین، عکس بذارین، باعث میشه که شما یه پله همیشه جلوتر باشی برای بیزنستون. خیلی ها هستن توی کار بیوتی هستن، میکاپ میکنن، هر درست میکنن، کار ناخن حتی میکنن، ولی چون که اینستاگرام ندارن، چون که هیچ رزومه کاری برای خودشون درست نکردن، هیچ پلتفرمی ندارن که بخوان خودشون رو نشون بدن، همیشه اون بخش مارکتینگشون ضعیف میمونه. چون این مارکتینگه که همیشه تو رو رشد میده، به جایی که میخواین میرسونه، دیده میشین که بخوان مردم بیان ببینن از کجا میخوان تو رو پیدا کنن. شهر به این بزرگی، تو این کشور به این بزرگی، تو باید یه دونه پلتفرم داشته باشی که بتونی از اون طریق خودتو به مردم نشون بدی که من آقا این کار انجام میدم، کار مو میکنم، کار هر میکنم، کار ناخن میکنم، این نمونه کار منه، این آرت منه. و این باعث میشه اون هشتگایی که میذارین زیر پست، ویدیوهایی که درست میکنین، اون ریلزایی که درست میکنین، همه اینا باعث میشه که شما دیده بشی. حالا کنارش یه تبلیغ هم میکنین تو اینستاگرام، میدین براتون جای مارکتینگ میکنن، حالا استوری میذارن یا هر چیزی، اینا همه باعث میشه. یعنی من اگه این اینستاگرامم نبود، تایمی که من شروع کردم برای خودم کار کردن، چون من از یه جا، آخرین جایی که کار میکردم، من آنستی اخراج شدم. اصلا هم ترسی ندارم بگم، به خاطر اینکه باید همه بدونن اینجا با چه چیزایی مواجه میشین. برای 2 ماه من 3 جا کار کردم، 2 ماه به 2 ماه، یعنی 2 ماه تو این سالن بودم، 2 ماه تو اون سالن بودم. ولی خب کار کردن اینجا فرق میکنه با کار کردن ایران که این روانیشون کار میکنه. من واقعا نمیتونستم خودم رو اداپت کنم یه مقداری. ولی تایمی که من از کارم اخراج شدم، فکر خونمو تازه گرفته بودم توی ونکوور، من از کملوپس موو کردم توی ونکوور و واقعا نمیدونستم باید چی کار کنم. حالا اجاره خونه هست، خرجم هست، من نمیدونم باید. یه اتفاقی افتاد که من واقعا یه لحظه من شوک شده بودم، یعنی تا یه تایمی هم از کارم زده شده بودم به خاطر اون اتفاقایی که افتاده بود. ولی باز خودمو جمع کردم، گفتم من اینستاگرام دارم، میتونم تبلیغ کنم، حالا دهن به دهن از این آدم شروع میکنم، اون یکی به این یکی میگه، زبون به زبون میچرخه. و واقعا اینستاگرام من بود که تونست کمکم کنه. من توی 1 ماه بیزنسمو شروع کردم، یعنی 1 ماه البته اینجوری که 3 هفته دنبال کار گشتم، پیدا نکردم و بعد گیو اپ کردم از دنبال کار گشتن و شروع کردم روی کار خودم، یعنی بخوام بیزنس خودم رو شروع کنم. و تبلیغات کردم، دادم به چند تا پیجی که حالا خوب بودن، ویدیو درست کردم، اونا برام ادورتایز کردن، با چند تا بلاگر کار کردم، بیبی کار کردم، حتی تاینی که من اینجوری که بخوام فقط کارمو نشون بدم. و اینا سرمایه گذاریه، هیچ چیز بدی نداره، سرمایه گذاری میکنی برای خودت. و واقعا من نتیجهشو گرفتم. چون تایمی که شروع کردم واقعا فکر نمی‌کردم. حالا 1 سال و نیمه فکر میکنم، 1 سال و نیمه که دارم برای خودم کار میکنم و واقعا خوشحالم. این بهترین اتفاق بود که میتونست بیفته. و واقعا اصلا اینجا تشکر میکنم از اون کسی که منو اخراج کرد، به خاطر اینکه اگر منو اخراج نمیکرد من اینجایی که الان بودم نبودم. واقعا مرسی. همیشه همینجوره، هر اتفاقی که میفته به نظر من یه خیریتی توش داره. توی همون لحظه ممکنه آدم خیلی ناامید بشه، بگه آخ مثلا هرچی بدبختیه برای منه، نمیدونم فلان. آدم 2 راه داره، یا اینکه بشینی هی بزنی توی سر خودت، هی بگی که وای الان چیکار کنم، این اتفاق افتاد، هر روز یه داستانه، هر روز یه مصیبت،
مسئولیته، یا اینکه بخوای فکر کنی خب الان چی کار کنم. و من تصمیم گرفتم بگم که خب الان چی کار کنم، به جای اینکه بخوام ناامید بشینم هیچ کاری نکنم. باید یه کاری برای خودم میکردم، چون نمیتونی از هیچ کس توقع داشته باشی. توی یه کشور جدید اومدی، من نمیگم غریب اومدی، اسمش هم عوض کنیم که خودمون اذیت نشیم. توی یه کشور جدید اومدیم، میخوایم همه چیزو از اول شروع کنیم. آشنا نداریم، فامیل نداریم، خانواده همو اول شو. من الان خواهرم اومد ولی 1 سال اول خواهرم پیشم نبود. باید همه کارا خودم میکردم، ولی باید خودم سرچ میکردم. مسئولیتش با خودمه، از هیچ کس دیگه نیست. من این تصمیمو گرفتم که بیام، تکلیفم با خودم مشخص باید باشه، همونجوری که تو باید تکلیفت با خودت مشخص باشه. آدم میگه میخوام مهاجرت کنم، پس یه چیزایی رو پشت سر گذروندی که میخوای مهاجرت کنی. حالا اومدی اینجا میگی من دلتنگم. خب معلومه که خب مهاجرت دلتنگی داره، ولی باید تکلیفت با خودت مشخص باشه. من دیدم کسایی که میان اینجا 1 سال گذشته هنوز نگاهش به عقبه. نه دیگه تموم شد، ایران برای تو تموم شد. یا حتی که تموم نشده باید نگاهت به جلو باشه، چون یه قدمو برداشتی. نمیتونی هی بگی که اونجا اینجوری بودم الان میخوام چی و اینجوریم. نه تموم شد. ما اومدیم یه زندگی جدید شروع کنیم، برای زندگی بهتر اومدیم، مگر نه که تو کشور خودمون میموندیم. حالا که اومدیم پس یه کاری بکن برای خودت. مسئولیتت با خودته، هیچ کس کمک نمیکنه. چرا؟ اگر تو قدم رو برداری، به نظر من دنیا آدمایی رو جلوی راهت قرار میده که دستتو میگیرن. ولی اگه بخوای بشینی و قصه بخوری و ناله کنی و اینا، نه، هیچ اتفاقی برات نمیفته. مهمتر از همه، اول از اینکه به نظر من آدم خوبه که خودش باشه و تو باید یه جوری همیشه رفتار بکنی که مردم بتونن، یه کسی که مخاطب توه بتونه به حرف تو اعتماد کنه، دنبال روی حرف تو باشه، یا بدونه که تو کاری رو داری ارائه میدی، حرفی رو که داری میزنی پشتش یه چیز محکمی هست که داری میگی. اینجوری نیستش که من بیام بگم خب بچا اینجوری کنین، یا حالا از خیلی فانش یا از سوی خیلی جدی بودنش خودتون باشین و شروع کنین ارتباط بگیرین. بزرگترین راز موفقیت هر بیزنسی ارتباط گرفتن مستقیم با کلاینت. به نظر من شما زمانی توی یک فیلد موفق میشین که فقط مشتری رو به عنوان مشتری نبینین، به عنوان کسی ببینین که اومده پیش شما، میخواد بهتون اعتماد کنه و میتونه اون شخص دوست شما باشه. باید اون رابطه صمیمی که میتونین ایجاد بکنین رو ایجاد بکنین. اون فضای گرم، اون مهمون نوازی که یک نفر میاد به خونه شما، میاد پیش شما که اعتماد بکنه. خیلی‌ها رو من شنیدم مشتریایی که میگن رفتم پیش خانومی، سالونی یا هر جایی و طرز برخوردشون بد بوده. این شخص ممکنه از روی ناچاری یک بار دیگه بره ولی دیگه نمیره. چیزی که خیلی مهمه مشتری بیاد به احساس راحتی بکنه با شما، احساس نزدیکی بکنه. چون 1 ساعت 2 ساعت، حالا اونایی که کار رنگ انجام میدن 5 ساعت 6 ساعت، اون مشتری قراره با شما تایم بگذرونه و اگر اون احساس راحتی نکنه، نتونه با شما ارتباط بگیره، مطمئن باشین اون اولین و آخرین باریه که پیش شما میاد. بارها شده مشتری اومده پیشم و بار دوم حتما منشن کردم من به خاطر یه بچه اخلاقه، به خاطر این دلیل اومدم پیشت. چون که صبوری توی بیزنس بیوتی حرف اولو میزنه. اینکه من بگم من آدم بی‌حوصله‌ایم، من آدم عصبی‌ام، خب اوکی، به نظر من باید یه فیلد دیگه رو شروع کنی. ولی وقتی که میای تو این بیزنس باید اول از همه بدونی که بخشی از کار تو ارتباط با مشتریه و اگه نمیدونی، اون هوش اجتماعی رو نداری، به نظر من باید روش کار بکنی، تو اون فضا رو ایجاد بکنی که مشتری بتونه بارها پیش تو برگرده و نه تنها برگرده، کلاینت‌های بیشتری رو بر تو بیاره. بعد از اینکه من کلا حالا اومدم اینجا، کانادا یک کشوریه به نظر من که آدم هر کاری رو که نمیتونسته از نظر علاقه انجام بده اینجا خیلی براش بازتره. من تو ایران مدلینگ رو دوست داشتم، خب خیلی فضاش نبود، ولی خیلی خوشحالم که الان میتونم، این فضا برام درست شده که بتونم کار مدلینگ رو بکنم. اگر که بتونم به کسی کمک کنم که بگم چه جوری میشه استارت کرد، دوست داشتین حتما برام کامنت بذارین، بهم بگین، من بهتون میگم که از کجا شروع کنید. چون واقعا اینجا هیچ چیزی غیر ممکن نیست و هر چیزی که دوست داری میتونی برسی از راهش.
خیلی دوست دارم به کسایی که میان اینجا توی اینداستری بیوتی هستن، حالا کار میکاپ میکنن، کار هر میکنن، کار موژه میکنن، ناخن و همچنین اگه دوست دارن توی فیلد مدلینگ بیان، خیلی دوست دارم بهشون کمک کنم. اگر دوست داشتین که بدونین از چه طریق میتونین بیشتر پیشرفت کنین، چی کار باید بکنین مارکتینگتون بهتر بشه، از چه طریقی میتونین بیزنس خودتون رو شروع کنین و بخواین مارکتینگش رو بکنین، حتما بهم پیام بدین. میتونین کامنت کنین، هر سوالی رو که داشته باشین میتونم بهتون کمک کنم. توی ویدیو بعدی میتونم یه سری سوالا رو براتون جواب بدم و بتونین به عنوان یک خانواده با هم دیگه پیشرفت کنیم و بتونیم اون ورژن بهتری بشیم از خودمون که همیشه دلمون می‌خواسته. بچه‌ها خیلی خوبه اگر که زمانی که میخواین کارتون رو شروع کنین، بیزنستون رو شروع کنین، حتما برین یه جا تجربه کسب کنین، با محیط اونجا آشنا بشین، با قوانین کاری اون کشور، اون سالونا، ببینین که مشتری‌ها به چی اهمیت میدن، سالوندارا به چی اهمیت میدن، قوانین بهداشتشون چیه. خیلی خوبه که برین و این تجربه رو کسب کنید. ما در نهایت میخوایم هممون بیزنس خودمون رو داشته باشیم، ولی اون تجربه‌ای که کسب میکنین باعث میشه که تو این قدم خیلی سریع‌تر پیش برید. من اینجام که بهتون کمک کنم، که تجربه هامو بهتون اشتراک بذارم، حالا از موادی که استفاده میکنم، از نحوه ارتباط با مشتری، از جاهایی که خرید میکنم، اینکه بهتون بگم حالا چه برندی استفاده میکنم، از کجا میشه اون چیزایی که میخواین بگیرین، اسم انگلیسیشون چی میشه، چون متریالی که ما از ایران استفاده میکردیم اینجا انگلیسیش چیز دیگه است. باید بدونیم که وقتی میریم خرید میکنیم باید دنبال چه چیزی بگردیم. من اینجا همه رو بهتون میگم و کمکتون میکنم زمانی که اومدین تو این کشور احساس تنهایی نکنید و بتونین هر سوالی که داشتین ازم بپرسین.